حتی اگر شوهر جانتان اجازه نداد در جنازه پدر مادر شرکت کرده نمیتونید. اینا بدانید پدر مادرتان که وفات کنه شوهر جانتان اجازه نداد شما رفته نمیتونید. اینا بدانید. یعنی به خاطر این مسئله را گفتم چون پدر مادر بهترین است. پدر مادر بهترین است که جنت زیر پای پدر مادر است. اگر شوهر اجازه نده خانه شوهر باشی تو اجازه نداری پدر مادرت اگر بمونه جنازه هم باشه اگر شوهرت نره گفت باید نری. مگم امروز پدر مادر خوب بمونه به هر صورت اینجا خوب میده با وجود از این شوهرت اگر بیگان موسیقی از یگان اوتلای رقاصه منع کرد دو برابر یخن به یخن با شوهر میشین. شوهر آنقدر دشنام میتین و بیچاره را چی حالت میکنین. شوهرتان از قدر هم حق باشه شب روز که شما را لطم کنه وقتی که از طرف کار میایه در شوهرتان بگین السلام علیکم و رحمت الله. ببینین سلام بهترین چیز است.